جاده ها سرگرم رانندگی هستن و از خدای بزرگ و مهربون خواهانم که همشون در پناه خودش نگهداری کنه و بهشون روزی عطا بفرماید و اونا رو صحیح و سالم به مقصداشون اول بعدم به زن و بچهشون به خانواده های محترمشون برسونه که در آغوش هم دیگه قرار بگیرن، شادی رو با دوباره لمس کنن، احساس کنن که خدای مهربون هست و میتونیم بهش اعتماد کنیم. من حقیقت راستش یه برنامه شبیه برام پیش اومد ساعت 8 تقریبا 8:30 دیگه شهرزاد اصفهان بودم و رینگ عقب ماشین، رینگ عقب سمت راننده تقریبا 2 روز پیش تو شکست و عوضش کردم، یه رینگ دیگه انداختم زیرش، یه رینگ با ضخامت بالا و با کارایی بهتر. اومدم الهی شکر تا الانم دارم میام فعلا، ولی ساعت 8:30 شب که میگم شهرزاد بودن متوجه کمبود باد لاستیک ماشینم نشدم. بعد اومدم تا یه 10 کیلومتر مانده به دوراهی شاه چراغ، بزرگراه شاه چراغ، بغل یه مغازه واسطادم، بازم خودم متوجه نشدم. صاحب مغازه گفت نگاه دوراهی درسته، اینجوری بهتون بگم، دوراهی شهرزاد آباده دقیقاً تو دور برگردون پمپ گاز است. اونجا گاز رو زدم، اومدم حرکت کنم بیام، یه دکه سوپری اونجا هست، پسر جوونی هم هست، هرمان من رفتم گاز زدم اومدم، همینجور که یه 2 تا بیسکوت اینا میخواستم ازش بگیرم، یه تعدیلی بگیرم، متوجه لاستیک نبودم، به بهم گفت لاستیک کمباد از و فلان اینا. نگاه کردم وای خیلی کمباده، گفتم چقدر این مونده که برسم به 5 گیری شبانه روزی. گفت تو مجتمع شاه چراغ هست، قبلش هست، اول ورود شاه چراغ هم شبانه روزی هست 5 گیری. آقا اومدم 2 تا بود، بهشون گفتم 5 گیری نکردن، گفتن چون رینگت بچه رنگی هست و بچه رنگ داره نمیتونیم عوض کنیم، اصلا اگر هر چقدر اجرت بدیم من تجربه باز کردن چون هست. گفتیم خب هم نداره، یه باد گذاشتم روش، گفتم خدایا برای امتحان لازمی من 2 ساعت استراحت میکنم. دقیقا 12:10 بود خوابیدم، 12:10 خوابیدم، 2:10 رو بیدار شدم. نگاهش کردم دیدم خیلی کم نکرده لاستیک بادش. سر گفتم این 2-3 تا خط لاستیک کم باد شده. گفت اب نداره، باد بذار روش، برو تا شیراز میبرد و
از همه اینا مهمتر بهش میگن بزرگراه شاه چراغ. برو خدا کمکت میکنه، برو نمیذاره در الانم فکر کنم 100 کیلومتر شیراز هستم. آره دوبار 100 کیلومتر شیراز هستم و از خدا سپاسگزارم، از خدا منان، از خدای منان و مهربان. واقعا میگن اگر خدا رو ندیدی به دلیل عقل باید بشناسیش. آقا من امشب به وضوح دیدم که خداوند مهربان کسی که کسونه و کمک به همه میکنه، کمک به من راننده، من نوعی، من گناهکار، من روسیا. یه لحظه کمک میکنه و دوربین سر راه بود، معذرت میخوام، کمک میکنه خدای مهربان و به عینه دیدم. الانم خودم رو سپردم به خدای مهربان، دارم میام به سمت شیراز و الهی شکر نزدیکم هم بادی به صورت خالی نکرد و از خدای مهربان سپاسگزارم. امیدوارم که هرچی راننده توی جاده هست دارن تلاش امرار و معاش زندگی خانواده هاشون میکنن، کسایی هستن که واقعا بدهکارن، قسط دارن، اجاره نشینن، راننده شخصی مردم هستن. خدایا کمکشون کن، خدایا کمکشون کن، سعی ظالم باراشون به مقصد برسونن، سعی ظالم به آغوش گرم خانواده مهربانشون برسن. من چیز دیگه ندارم که بگم جز این که بگم سپاس خداوند مهربان، شکرگزاری میکنم از خداوند مهربان و از خودش آرامش میخوام، شهامت میخوام و بینشی که قوت و از هم تشخیص بدم. خدای مهربان خیلی ممنونتم، شکرگزارتم، سپاسگزارتم. خداوند شجاعت بهمون بده، خداوند آرامش بهمون بده. خداوند خیلی دوست دارم ثروتمند بشم، خدایا ثروت زیاد بهم بده. خدایا اگه میخوای بده تو این چند سبای دیگه ثروت زیاد بهم بده که حالشو ببرم و زندگیمو یه تغییر تحول اساسی توش ایجاد کنم. برای محمد پسرم دعا میکنم، برای دختر گلم الهام دعا میکنم، برای احمد رضا دعا میکنم که خدا به راه راست هدایتش کنه و طرز تفکرش رو تغییر بده و از خدا شهامت بخواد و خدا کمکش کنه و از خدا یه چیز خیلی مهم میخوام، یه چیز خیلی مهم و اون این که یه آرامش درونی به مامان الهام بده، به مامان احمد رضا بده، به مامان احمد رضا بده که طرز فکرشو با من عوض کنه، چون خیلی زبونش برای من زننده است و اصلا منو درک نمیکنه. هر موقع هرچی بهش میگم میگه توی چند سال کدام لباس برای من گرفتی، کدام جورابو گرفتی، کدام روسریو گرفتی، کدام چیزو گرفتی، در صورتی که همه زندگی من زیر دست اونه، همه چیز من زیر دست خودشه. یعنی من از راه میرسم کارتو میندازم رو میز خونه یا میذارم گوشه خونه
چه احمد رضا چه مامانه هر گونه استفاده بکنن من نه دورشون نگفتم، ولی خدایا کمک مامان اعلام بکن که زبونشو برای من بهتر کنه و زبونی همه نزنه. دیروز از تا الان من گذشت، تموم شده رفت. میتونم برش گردونم؟ نمیتونم. بس امروز خوشه و امروز خوبه، امروز خدا قدرت و اجازه زندگی بهم داده که منم تلاش خودم رو بکنم و خدایا کمکش کن که اخلاقشو با من تغییر بده. فقط همینو بگم خدایا من دیگه راه به جایی ندارم، میتونم بزنم خودم کوچه علی چپ و ول کنم برم. خیلی راحت زندگی، اگه بخوام زندگی بکنم واقعا میتونم خودم رو بازم همه رقمی اصلاح کنم توسط خداوند مهربان. خدایا کمکش کن که اخلاقش با من خوب بشه، خدایا کمکش کن که زندگیش خوب بشه، خدایا کمکش کن که این تلاش که توی حیاتی داره میکنه به ثمر بشینه و خندش همش تو مغازه نباشه، برای ما هم بخنده، برای ما هم تعریفای خوشمزه بکنه، برای ما هم اگه کسی یه حرف کم و زیادی زد بزنه تو دهنشون، اگر پسرم درشتی میکنه بزنه تو دهنش، بگه من فردا روزی تو میری سراغ زندگی، آیا دختری که میاد تو زندگی تو آیا با من سر سازش داره، آیا میتونه با من بسازه، آیا من باهاش میتونم بسازم. ولی تنها کسی که برای صدیقه میمونه تو این همه اوضاع و احوال که میتونه مونسش باشه، همدمش باشه، همراهش باشه، قدم باش برداره صدیقه. برای منم برای صدیقه دارم واضح بهت میگم خدا کمکت کنه که بتونی با من درست کنی، که دیگه من اگر 2 روز ازتون دور بودم روز سوم اگه زیر سنگم باشه بیام خونه، نه اینکه برن حتی تلفنم بهت نزنم. نگاه میتونم، خدای جرأت رو بهم داده، ولی به خاطر احمد رضا نمیتونم. فردا بچه من الان نمیدونه، الان نمیفهمه، کلش جایی دیگه کار کنه، ولی 4 سبایی دیگه میگه خدایا چرا این همه بابام بهم بکش به حرف بابام ندارم. مطمئنم که میفهمه و یه روزی اگه من زنده باشم میاد میگه بابا معذرت میخوام از حرکات و رفتاری کردم. خدایا شکر، خدایا سپاسگزارتم. این روزم شروع اول هفته و شروع مهربانی های جدید و شروع زندگی تازه دیگه که امروز هم خدا اجازه و فرصت بهمون داد که بتونیم بازم نفس بکشیم، بازم برای زندگیمون تلاش کنیم. ممنون خداوند مهربان هم هستم از همه شما که گوش دادیم، از همه شما که تصویر رو نگاه کردین، از همه شما عزیزانی که دوستتون دارم از صمیم قلب. خواهری با تو هستم، خواهر مهربونم، با 5 تاتون هستم، با 5 تا خواهر گلم، با بچه های خواهر گلم و با بچه های برادرام، چه اون جواد چه اون مهدی، چه فدای 2 تا خواهر گل عاطفه و عفت و عاطفه و بچه های گل آقا رضا
زینب خانم که روزدنده زندگی رضا هست، نرگس خاتون گل سرسبد خونه رضا هست، صداشون بلند، هم زینب هم نرگس هم ناصر، و امیدوارم همیشه زنده و تندرست سالم باشن، داداشون سالم، زمین سالم، بچه سالم و خداوند مهربان سایه مهربانش رو از سرشون بر نداره. خدایا راضی هم به رضای تو، یه مادر مهربانی دارم و امیدوارم مادرم هم تا لحظه های تو خداوند مهربان قرار نگرش داره توی دنیا مریض نشه، از با افتاده نشه و دوست دارم مادر جون. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشی و خیلی چیزا هست که تو دلم نمیتونم بگم. دوستتون دارم مادر، دوست دارم. سپیده زده اینا، سپیده این بره، سپیده صبح زده نگاه این بر، سپیده صبح زده. اینو خاموش کنم یه لحظه. آره سمت راننده سپیده صبح داره میاد بالا. با همتون خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. اینجا بزرگراه شاه چراغ به سمت شیراز هست و روز خوبی رو، روز پر از محبت و سرشار از روزی فراوان و تنی سالم براتون آرزو میکنم. وقت همگی بخیر.